عباس عراقچی وزیر امور خارجه فعلی دولت پزشکیان از ازدواج اولش 3 فرزند داره. همسر اول عراقچی بهاره عبداللهیان بود که با هم 3 فرزند داشتن. از اونجایی که داشتن 3 فرزند و رتق و فتق امور 3 تا بچه و شوهر با هم سخت بوده، بهاره خانم که نقاشی هم میکرده ناچار میشه یه دختری رو برای کمک تو کار خونه به کار بگیره. این خانم آرزو احمدوند بوده. ایشون مدت‌ها تو خونه عراقچی و زن اولش کار میکرده بدون اینکه بهاره خانم متوجه رابطه پنهانی اونا بشه. بالاخره ماه پشت ابر نمیمونه و عراقچی و آرزو جون خودشون رو لو میدن. اینم بگیم که جناب عراقچی نوه هم داشته. پدر زن عراقچی یعنی بابای بهاره خانم هم علی عبداللهیان یکی از چهره‌های اتاق بازرگانی و حزب مؤتلفه بوده. اما حزب مؤتلفه بودن پدرزنش هم باعث نمیشه عراقچی بگه غلط کردم ببخشید، میگه کردم خوب کردم. خلاصه بعد از بگیر و بزن بهاره خانم مهر رو حلال میکنه و جونش رو آزاد و دست بچه هاشو میگیره و میبره. آرزو خانم هم میاد میشینه سر زندگی آماده و از اونجایی که باید جاپاش رو سفت میکرده یه بچه هم میندازه گل عراقچی و اینجوری میشه که بخت با آدم یاری میکنه و آدم از در و دیوار شستن خونه وزیر به مقام بالای زن وزیر میرسه.